یه جمله معروفی هست که میگه آدما رو از روی ظاهرشون قضاوت نکن. این جمله رو زیاد شنیدین. شاید اون آدمی که به نظر شما ظاهرش غلط اندازه پیش خدا عزیزتر باشه. از کجا معلوم؟ داستان امروزمون هم به این جمله بی ربط نیست. حالا اگه میخوایم ببینین که داستان از چه قراره، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. نظراتون رو توی کامنت به من بگید. به نام خدایی که هوای بنده هاشو داره. اسم این حکایت بت پرست پاک دله. یک شب جبرئیل در بارگاه خدا به خدمت ایستاده بود و پی در پی لبیک میشنید. لیکن کسی را نمیدید. حیران شد که چه کسی خدا را میخواند که طنین ملکوتی لبیک به گوش میرسد. هرچه به این سو و آن سو نگریست کسی را ندید. با خود گفت این بنده پرهیزکار هر که هست بنده‌ای مقبول درگاه است. مردی است که نفس را کشته و به دل زنده مانده است که چنین خدا را میخواند و از خدا لبیک میشنود. جبرئیل شکیبایی را از دست بداد و بران شد که این بنده خاص را بشناسد. به سوی آسمان ها پرواز کرد. 7 آسمان را بگشت. کسی را ندید. به زمین سرازیر شد. در زمین هم کسی را نیافت. به کوه ها بر شد. در کوه ها مغارها هم کسی را ندید. به دریا پرواز کرد. آنجا هم کسی نبود. مایوس به درگاه ایزدی بازگشت. باز صدای لبیک شنید. بر شگفتیش بسیار افزوده شد و کنجکاویش چنان هیجان گرفت که بردباری از کف بداد و برای دومین بار به دنبال این بنده نزدیک به خدا به جانب زمین سرازیر شد. هرچه بیشتر گشت کمتر یافت و به عجز از خدا خواست که رهنمایش شود و راه را بدو بنمایاند، باشد که چنین بنده پاک دلی را بشناسد. خطاب از درگاه کبریایی رسید که ای جبرئیل، اکنون که به شناختن این بنده ما تا به این پایه اشتیاق داری، به طرف روم پرواز کن. در آن سرزمین او را در دیری خواهی یافت. جبرئیل به روم رفت و وارد آن دیر شد. مردی دید که در پای بتی زانو زده و زار زار گریه می کند و نام بت را به زبان می راند. از دیدن این وضع جبرئیل چنان دگرگون شد که شتابان خود را به درگاه یزدان رساند. سر به خاک سایید و گفت ای نیاز مستمندان و چاره ساز بیچارگان، این چه رازی است که مردی در دیری نشسته و نام بت خویش میگوید ولی صدای لبیک در عالم قدس طنین میاندازد. خطاب کبریایی به گوش جبرئیل رسید که ای جبرئیل، این بنده گناهکار از ندانی و غفلت ره گم کرده است و بت میجوید و پی در پی نام بت میگوید. گناه او از دل سیاهی نیست، از لغزش و بیخبری است. من که خدای جهان و داننده پیدا و نهانم، نباید از حال بنده خود غافل بدانم. بنده اگر غفلت کرد، راه بازگشت باز است. لیکن من که پدید آورنده او و همه موجودات هستم، دچار اشتباه نمی شوم. همکنون چراغ رستگاری در پیش چشمش فرا می گیرم. جبرئیل، بنگر که چه می بینی؟ جبرئیل به امر پروردگار به سوی دیر آمد و دید بت پرست دیر نشین خدا خدا می گوید. راه خدا جستجو می کند و به درگاه یگانه راه می جوید. در پناه خدا باشید. مواظب خودتون و خوبیاتون باشید. با ادامه داستان همراه من باشید. خدا نگهدار.